با سلام و به نام خدا. در دوره آموزشی راه‌اندازی اولیه نرم افزار حسابداری باتیز در خدمت شما هستیم. در این جلسه که جلسه دوم هست، قبل از اینکه وارد بحث راه‌اندازی نرم افزار بشیم، یکی از مهمترین مواردی رو که کاربران باید باش آشنا باشن و ممکنه در طول کار با نرم افزار حسابداری باتیز لازم باشه که این رو انجام بدن بحث میکنیم. اون هم نحوه تنظیم کنترل پنل ویندوز 8 و 10 و 11. الان ویندوز 11 هم اومده، بنابراین شما باید نحوه تنظیم کنترل پنل رو توی این ویندوزها یاد بگیرید که نرم افزار حسابداری باتیز بتونه روی این ویندوزها کار بکنه. برای اینکه نحوه تنظیمش رو یاد بگیریم، ما یک فیلم آموزشی درست کردیم. برای به دست آوردن این فیلم آموزشی من میام توی گوگل کروم یا هر بروزر دیگه‌ای می‌نویسم نحوه تنظیم کنترل پنل ویندوز 10 باتیز یا نرم افزار حسابداری باتیز. اینجا فیلم آموزشی رو توی آپارات برای من میاره. اینجا هم اولین پست سایت ما هست ارگس که تنظیم کنترل پنل ویندوز 8 داده برای باتیز و بیت و سما. من این رو که میزنم این سایت برای من باز میشه. سایت شرکت داده پردازان ارگس برای من باز میشه. قسمت راهنما باز شده، سوالات متداول، موارد خارج از برنامه. اینم تنظیم کنترل پنل ویندوز 8 و 10 که توی این قسمت شما میبینید. هم یه راهنمای متنی هست که اینجا براتون گذاشته شده و هم در آخر این قسمت فیلم آموزشی رو که نحوه تنظیم کنترل پنل رو براتون توضیح داده در این قسمت ما گذاشتیم. هم میتونید توی این سایت مشاهده کنید، هم توی سایت آپارات. اونجا هم فیلمش به صورت کامل هست.